یکی از بهترین های ما هست به فیزیوتراپی و هم بحث همونطور که گفتید تئوری و هم پرکتیکال که یک کلی زده شه بینش. و حالا من با توجه به تجربه کلینیکی مواردی رو خدمتتون میگم که این بحثی که و این مسیری که شروع کردید یه مسیر بسیار خوبی هست و نسل جدید باید یک تحولی رو بتونه ایجاد بکنه. من چند تا مثال از قدیم بزنم که مواردی داشتیم که درد حاد یا کمر درد حاد رو فیزیوتراپیست ما نمیدید. گفتش که ما اصلا حق نداریم که یک کمر درد حاد رو ببینیم و اینو میفرستاد به پیش نورولوژیست و پیش نوروسرجن. خوشبختانه داره تغییر میکنه، یعنی ما یک تغییر روش و تغییر الگو رو داریم. چند وقت پیش یکی از جایی بودم یه بیماری معرفی کردن که بالاخره باید عمل جراحی بشه یا فیزیوتراپی خوب میشه. باز من دیدم همکار ما جواب نداد، یعنی اینکه من منتظر بودم که شما به عنوان یک فیزیوتراپیست بگی که این بیمارت باید عمل شه یا با فیزیوتراپی خوب میشه. بازم توپو پاس داد یا نتونست. یعنی وقتی بیمار به شما مراجعه میکنه یعنی داره به شما اعتماد میکنه، این همه راه رو اومده که نظر شما رو بپرسه و این یک کردیت هست که ما باید بهش برسیم و شما این کردیت رو نمیپذیری، یعنی حاضر نیستی که به عنوان یک ارزیاب و به عنوان یک متخصص نظر تخصصی خودت رو بگی. و اما میدونیم رد فلک هایی وجود داره، میگم اگه رد فلک ها وجود داشت جراحی کنه. و بیمار پیش ما میاد و ما تستا رو بریم از بیمارمون میگیریم، اما نظر قطعی دادن یک چی میخواد؟ یک اعتماد به نفس میخواد. لازم هستش که از این مدل برنامه ها اونقدر گذاشته شه که ما تو ارزیابی به محض اینکه بیمار اومد اون اعتماد به نفس لازم تو ارزیابی داشته باشیم، اومده نظر شما رو بشنوه. و جالبه که بیمارایی که ما داریم قبلش پیش 5 تا نوروسرجن رفته، پس پیش شما چرا اومده؟ اگر میخواست هاتفک و آی آر و تنسش رو بگیره که اون اوردر پزشک رو میآورد برای شما. اون اومده نظر شما رو بپرسه که آیا من با فیزیوتراپی میتونم خوب شم یا نه. یه قسمت و مورد بعدی که بسیار مهم هست بحث پرکتیکال قضیه است. یعنی شما حتی تو مرحله‌ای که دارید درمان انجام میدید، انجام تنس، آی آر، یو اس، هاتفک و اکسرسایز روتین، اینا میشه روتین فیزیوتراپی. روتین فیزیوتراپی یعنی که هیچ فرقی نمی‌کنه بیمارت شونه درد داره، زانوش درد میکنه، در حالی که شما وقتی اسسمنتت انجام شد تو هر مرحله باید چیکار کنی؟ ریزتر بیمار رو به صورت شخصی ببینی، بیمار متوجه بشه که داری به صورت شخصی تمرینش رو انجام میدی و قدم تمرین نیست، داری بررسی میکنی. یعنی یک مثل یک پازلی میمونه که شما دنبال اینی که بفهمی مشکل بیمارت چیه. پس هر بیمار شما اگر رفتی آی آر و تنس و اینا رو فورکورانی گذاشتی یعنی یک فیزیوتراپیست موفقی نیستی. ولی دو تا بیمار من با هم متفاوتن. من تو مرحله‌ای ام که دارم منوال تراپی میکنم، اکسرسایز تراپی میکنم، هر لحظه باید ارزیابی کنم. توی بیمارم یه دفعه میبینم سواس میجر مشکل داره، توی بیمارم دیگه میبینم کیو ال هم مشکل داره و این به دست نمیاد جز با این برنامه‌ای که شما دارید. و فردی که فقط تئوری کار کرده باشه متوجه این مسائل نخواهد شد. شما صحبتشو متوجه نمیشید چون بیمار ندیده. حتما تئوری با عملی باید چی بشه؟ دست به دست هم. استارت بزنید.
خب اولا که ما توی هیستوری تیکینگ کاری که میگه انجام میدیم اینه که اول مهمه که از سوالات اوپن شروع کنیم و کم کم هی باریک‌ترش کنیم بیایم به سمت سوالات کلوز و با هیستوری تیکینگ در واقع جهت اسسمنتی که قرار بعدش انجام بدیم رو کاملا مشخص کنیم. خیلی وقتا حتی هیستوری تیکینگ درست میتونه باعث بشه که ما حتی تشخیص اولیه که به احتمال زیاد همون باشه رو هم بذاریم و صرفا با تستا بریم ببینیم که رول اوت میشه یا خیر. اگر رول اوت نشه تشخیص ما همونه. مسئله بعدی که هست اینه که خب ما همیشه یه روند داینامیک باید داشته باشیم بین سوالات اوپن و سوالات کلوز. یعنی اینجوری نیست که یه جا مرزش باشه و دیگه بعد از اون دیگه اوپن نخواهیم بپرسیم. ولی مهم اینه که با اوپن شروع کنیم و کم کم هدایت کنیم سمت سوالات کلوز و خب طبیعتا اینجا هدایت مهمه. بیرون از مرزای این در واقع مثلث هیستوری تیکینگ ما نباید بزنیم. یعنی بحثایی که بیمار مثلا اونجا گفتم که کمردرد هم داشت، حالا نمیدونم کسی بهش اشاره کرد یا نه، ولی خب کمردردش خیلی براش مهم نبود، بیشتر به خاطر شانه دردش اومده بود. طبیعتا وقتی که گریز میزنه به کمردردش خوبه که ما بیایم هدایت کنیم هیستوری تیکینگ. توی هیستوری تیکینگ موارد زیادی به دست میاد. یه سری مهمتریناشو من اومدم اینجا نوشتم. اولی سنه که خب سن خیلی به ما میاد در واقع یه ویوی میده برای اینکه روی چه آسیب‌های بیشتر بخوایم شک کنیم. مثلا توی در واقع کودکان اگر که یک کسی به شما مراجعه کنه، مثلا میگم 12 سالش باشه، بیاد این قسمت رو نشون بده به شما، بگی که من اینجا درد دارم. چیزی که هستش اینه که کلاً توی اوییدنس میان میگن که تندینوپاتی توی سنین کمتر از 20 سال خیلی نادره، یعنی یه جورایی اصلا خیلی کم پیدا میشه. بنابراین وقتی تو این سن کسی به شما مراجعه میکنه، محل تاندون رو به شما نشون میده که مثلا میگه اینجا درد داره، شما اولین چیزی که اصلا شکت باید بره سمتش بحث اپیفیزایتیسه و حتی باید ریفر بدی برای تصویر برداری. بنابراین سن چیزیه که به ما یه دیدگاهی میده که روی چه چیزایی بیشتر فکر کنیم. مثلا تو سنین بین 20 تا 40 سال چیزی که بوده این بوده که دیدن آسیب‌های مربوط به روتیتور کاف و همینطور کلسیفیه شدن تندون که حالا عمدتاً تو سوپرا اتفاق میفته، تو ناحیه شانه خیلی بیشتر نسبت به بقیه سنین. و همینطور کندروسارکوما بعد از سنین 30 سالگی معمولاً ایجاد میشه که خب معمولاً یه درد خیلی اکیوت ناگهانی داره. و یا مثلا دژنریشن روتیتور کاف بین سنین 40 تا 50 که خب اینا رو همه رو دارم میگم برای اینکه ببینیم سن چقدر مهمه. یا مثلا فروزن شولدر که دو فاز پین دامیننت و رستریکشن دامیننت داره، معمولا از سنین 40 45 تا حتی 60 سالگی خیلی شایعه. و سنین حالا بالاتر که مثلا میره سمت 60 به بالا، اینا حتی اوعه مفصل شانه هم بهشون اضافه میشه که خب ایشون 34 سالش بود. طبق این اگر بخوایم بگیم این تشخیص قطعی به ما نمیده، ولی طبق این اگر بخوایم صحبت کنیم بیشتر ذهنمون مثلا باید بره روی سمت آسیب روتیتور کاف یا حالا گردنش هم هست که حالا جلوتر در موردش صحبت میکنیم که گردن درد مزمن هم داشتن، ولی مثلا بعیده که تو این کیس ما فرض بگیم که دژنریشن روتیتور کاف وجود داشته باشه یا یه همچین چیزی. و حتی حالا درست سنش به فروزن شولدر نمیخوره، ولی به خاطر آسیبای روحی و عاطفی که داشته که حالا پایین اون فایل بهش اشاره کردم، شاید یه ذره ذهن ما به سمت فروزن شولدر هم بره، ولی از اون رنج سنیش بیرونه. مسئله بعدی لول اف فانکشن. خب طبیعتا خیلی مهمه که ما سطح فعالیت بیمارمون رو بدونیم که خب ایشون یه حالت پشت میز نشینی داشته روزی تقریبا 5-6 ساعت میانگین که از 3 ماه پیش هم کلا کارش رو کنار گذاشته و دیگه کار نمیکنه، ولی درد هم بهتر نشده. ورزشکار نبوده ولی تیاریکس رو شروع کرده، شاید که اون درد گردن و کتف و اینا بهتر بشه، بهشون گفته بودم ورزش کنیم، یکی از اقوام احتمالاً، و یه ماه ورزش کرده بودن تیاریکس، درد گردن و کتف و اینا یه مقدار کمتر شده بود، ولی از ماه دوم ورزش درد دوباره رفته بود به سمت بیشتر شدن و شانه درد هم بهش اضافه شده بود و الان ایشون به خاطر شانه درد اومده مراجعه کرده. مثلا خودش میگفت که من سالها با این گردن درد و کتف درد
کنار اومدن ولی الان بیشتر به خاطر شانه درد مراجعه کردن که خب ام‌آرآی هم متخصص ارتوپد براشون نوشته بود، انجام داده بودن، دیس هرنیشن تشخیص گذاشته بود و حالا درمانی هم مثل این که بهش ارائه نداده بود، صرفاً در حد همین تشخیص بود. خب بحث بعدی که هست چیپ کامپلیته که گفتیم برایشون درد بودش و اونم درد شانه بود نه گردن کتف. بنابراین طبیعیه که عمده اسسمنت ما به سمت چیف کامپلینت بیمار، مگر اینکه یه ناحیه دورتر تشخیص بدیم که میتونه روی چیف کامپلینت تاثیر بذاره. چیف کامپلینت هایی که توی ناحیه شانه ممکنه باشه یکی درد اینستیبیلیتی، استیفنس، دفورمیتی یا سوئلینگ، بلاکینگ و درد پری اسکاپولار اطراف کتف که میتونه در واقع به ناحیه شانه هم ریفر بده که برایشون درد بودش، یعنی چیف کامپلینتش عمدتاً به خاطر درد. مسئله بعدی مکانیزم آف اینجری که ایشون یکی از سوالاتی که من ازش پرسیدم این بود که خب تو اول گردن کتف درد داشتی بعد کم کم شانه درد بهش اضافه شد، کار خاصی در نظرت میاد که بعد از اون این درد ایجاد شده باشه تو ناحیه شانه؟ گفت که نه خیلی چیز خاصی نبود و به ورزشش هم اینجا هنوز اشاره نکرد، یعنی اصلا نگفتن TRX کار میکنن، صرفا اومد گفت که درد من اینجوریه، کار خاصی هم نکردم، شونم شروع کرده درد کردن و بعد کم کم با سوال پرسیدن با اون هیستوری تیکینگ متوجه شدیم که آره این مثلا TRX هم یه مدت کار کرده و قبل از TRX اون شونه درد اصلا وجود نداشته. مکانیزم اینجوری پس به ما نداد، ولی خب طبق تمرینایی که کلا برام توصیف می‌کرد تو TRX عمدتاً این دستش بالا بود، داشت فعالیت‌های اوورهد انجام میداد. مکانیزم اینجوری دیگه رو برای شانه می‌بینید که حالا اینجا خیلی روش نمی‌خوایم صحبت کنیم، ولی مهمه برای ما مثلا اوورهدا بیشتر آسیب روتیتور کاف میتونن به ما بدن، فالر اوت استرچ هند میره توی طی شکستگی‌ها و حتی در رفتگی به سمت حالا پوستریور و بحث دیگه هم که هست اینه که افرادی که روی شانه‌شون مثلا بخورن زمین بیشتر اسپرینگ های مفصل AC رو ما خوبه که روش فکر کنیم و همینطور فورست هاریزونتال اکستنشن در وضعیتی که شانه توی ابدوکشن هست که این میتونه باعث سابلکسیشن هم بشه و آسیب روتیتور کاف هم میتونه برای فرد ایجاد کنه. ولی خب ایشون مکانیزم اینجوری خیلی نداشت، تو حرفاش فهمیدیم که اوورهد زیاده شد. کوالیتی آف پینش نتونست خیلی جواب درستی بده به ما، یعنی وقتی پرسیدم مثلا درد چجوریه خیلی جواب واضحی نداد، ولی اینجا خیلی مهمه که ما حتی به بادی لنگویج فرد هم دقت کنیم. مثلا وقتی میگفتم درد تسن چجوریه، کجاست، لوکیشن آف پین رو وقتی ازش پرسیدم یه حالت مثلا اینجوری میکرد یا یه جوری بود که مثلا یه راستایی رو نشون میداد، یه محدوده‌ای رو نشون میداد، نقطه‌ای مثلا نمیومد به ما بگی که اینجا فقط درد داره. این خیلی مهمه، حتی اگه کیفیت دردش هم خودش نتونه بگه با توجه به اینا یه چیزایی میتونه دستمون بیاد. و چیزی که حالا بودش توی ناحیه سرویکالش به نظر میرسید که بیشتر درگیری عضلانی داشته باشه، درد گونگ یه محدوده‌ای رو نشون میداد به این شکل و حتی تو جهت فیل‌های عضله میتونه نشون بده که این در واقع آپر تراپز درگیر بود برای اون بیمار. و دردی که حالا مثلا از استخوان باشه ما انتظار داریم که لوکال باشه، خیلی عمدتاً میاد اصلا یه نقطه رو نشون بده، لوکالیتیش کمتر از درد ماسل پین، محدودتر و محدود دردش و در واقع خیلی تندرنس داره، اینو معمولا تو حرفاشو میگم و عمقی. و درد تندون یه درد حالت داغی و سوزشی بیمار داره که خب حالا این بیمار ما جلوتر میبینیم آسیب تندون داره ولی یه همچین چیزی رو به ما نگفت. و بحث دیگه درد رادیکولاره که یه درد شارپ، حالت مثلا برف گرفتگی، برنینگ و ردیتینگ که توی یه مسیر در واقع به سمت پایین میره. و بیمار ما گفتش که یه سری علائم حسی و درد هم نگفت خیلی علائم حسی، گفت درد و یه حالتهای بدی توی ناحیه لترال در واقع دستشون نشون داد، ناحیه تنان و پشتش اونجا هم نشون داد. گفت گاهی با فعالیت زیاد این حسا هم میاد سراغم ولی مسیر نشون نداد. اینجا هم بادی لنگویج میتونه مهم باشه. خب در مورد پین
چیزی که حالا یه سری نکات اضافه تری من اینجا گذاشتم، معمولا وقتی شیفت کامپلینت بیمار درده و مراجعه میکنه، اگر که تو هیستوری تیکینگ هم نمیدونم هنوز دست به بیمار هم حتی نزنیم، اگر که توی الیویشن و اکسترنال روتیشن عمدتاً دردش رو گزارش میکنه، اینجا ذهن ما بیشتر هدایت میشه سمت روتیتور کاف اینجا هدایت میشه، نه که بگید خودش. اگر که بگید درد من کانستنته و خیلی اصلا آنوافی نیست و شبا بدتر میشه در حدی که از خواب بیدارم میکنه، این حتی میتونه یه رد فلگ باشه، بدخیمی باشه. ولی اگر حالا رد فلگ رو بذاریم کنار، ذهن ما رو بیشتر میبره سمت فروزن شولدر، فاز پین دامیننتش که خب گفتیم اگر اون سنه رو از قبل پرسیده باشیم، اگر مثلا بیماری باشه که 50 خورده سالش باشه یه همچین چیزی رو گزارش کنه، ذهن ما باز بیشتر میره سمت فروزن شولدر. و یه چیز دیگه هم که حالا اینجا هستش به عنوان نکته خوبه که بدونیم اینه که توی ابداکشن ها و هورایزونتال ابداکشن توی دامنه بالای 90 درجه اگر که فرد درد گزارش کنه، اینجا AC جوینت اسپرین هم میتونه عاملش باشه که اگر ترکیبش کنیم با اون مکانیزم آف اینجری و این داستان ها، میتونیم در واقع به AC جوینت هم شک کنیم که خب حالا اینا ربطی به کیس ما نداشت. کیس ما بیشتر میومد اولی رو گزارش میده، بیشتر دردش توی الیویشن بود، تو حدود 90 درجه میومد، بعد قطع میشد، بعد میرفت انتهای دامنه که اوور پرشر میدادی دوباره دردش تحریک میشد و توی اکسترنال روتیشن مقاومتی دردش. و یه درد دیگه هم که داشت این بود که میگفت تو رانندگی میخوام دند عقب برم، این دستم که میره عقب، دست راستش هم بود، اینجوری برام درد ایجاد میشه. یعنی ترکیب اکسترنال روتیشن و یه حالت هوریزونتال ابداکشن. مسئله دیگه این که باید بهش دقت داشته باشیم ویکنسه، اینکه ببینیم حالا فرد درد داره، به خاطر دردش هم مراجعه کرده، ویکنس هم وجود داره یا نه. خود ویکنس هم البته میتونه شیفت کامپلینت باشه. حالا یه نکته برای بیماری که صرفا به خاطر ویکنس مراجعه میکنن، یعنی این کیس ما نه، کسی که به خاطر ضعف مراجعه کرد، اگر ضعفش همراه با درد باشه، با ذهن ما میتونه بیشتر بره سمت آسیب‌های عضلانی و تندون و حتی آسیب عصبی. ولی اگر ضعف داره و هیچ دردی نداره، اینجا یه ذره شرایط ممکنه خطرناک‌تر بشه. حتی ما باید روی بیماری‌های مایوپاتیک و نورولوژیک هم فکر کنیم. این هم حالا به عنوان یه نکته در نظرش داشته باشیم. این جدول هم حالا گذاشتم برای خودتون که حالا داشته باشین که حرکات رو داره میگه که در به چه شکل میتونه در تعریف کنه. خب و اما نکات دیگه که تو هیستوری تیکینگ باید بهش دقت کنیم، جنرال هلث که اصلا بپرسی سابقه بیماری، نمیدونم بیماری زمینه‌ای، سابقه پزشکی، جراحی، اینا رو من همه رو اینجا میپرسم داری یا نه، و اینا حتما باید ازت پرسیده بشه، خودش نمیگه، حتی ورزشش هم خودش نمیگه. که خب گفتش جراحی پروتز سینه حدود 4-5 سال پیش انجام دادم، جنرال هلثش داروش هم پرسیدم که مورد هفتمه، گفتی سرتوالین دارم استفاده میکنم. بعد بحثمون تروماهایی که قبلا داشته پارسال و میبینید اینجا باز یه چیز دیگه به دست اومد. گفت که پارسال به خاطر 4-5 تا اتفاق بدی که تو زندگیم داشتم، درد گردن و کتفم شدید شد، از بعد اون دیگه به دارو هم خیلی جواب نمیداد، در صورتی که قبلش با دارو بهتر میشد. و اینجا بحث درگیری سایکوسوماتیک فرد هم حتی روشن میشه و این بیمار دپرشن داشت. میدونید کسایی که دپرشن دارن کلا پروگنوز درمانشون میاد پایین، افت میکنه. بنابراین تو مسیر درمان وقتی به مشکل میخوریم، حتی مهمه که بتونیم در ارتباط باشیم با متخصص دیگه مثل روانپزشک که اون ریفر دادنه هم یه سری جاها لازم میشه، چون دردهای سایکوسوماتیک ممکنه به جایی برسیم که دیگه اصلا اقدامات فیزیوتراپی خیلی روش تأثیری نذاره، که حالا این کیس اینطوری نبود توی جلسه اول اسسمنت. و سابقه فیزیوتراپی قبلی که ایشون نداشت، اصلا فقط یه متخصص ارتوپد رفته بود که گفته بود از گردنت میزنه بشونه، حالا به فیزیو هم اصلا ریفر نداده بود. و ریویو سیستم ها که حالا منظور چیه؟ نکته خیلی مهمه، اسلاید این رنگی یه حالت حیاتی تری دارن، من برای همین شکلیش کردم. حواسمون همیشه باید همون جلسه اول اسسمنت باشه، به علائمی که تحت تاثیر حرکت قرار نمیگیرن، مخصوصا تو بیماریایی که دایرکت اومدن مثل ایشون. یعنی مکانیکال نیست،
شما حرکات مختلف می‌بینی که دردش نکم میشه نه. خب اینم حالا اون جدولیه که طبق نظریه یانگا که میگه حالا چه عضلاتی باید تقویت بشن، چه عضلاتی باید ریلیز بشن در پروباتک که حالا خیلی روش صحبتی نداریم، بیشتر داریم روی شانه صحبت میکنیم. و در مورد پالپیشن، حالا من نقاطی که برای پالپیشن مهمه رو اینجا نوشتم. توی این کیسمون تقریبا این نقاط بجز گریتر توبرکل و بایسیپیتال گروف، حالا یک کیس اگر داشته باشیم اینجا خوب میشه. که وقتی توی من تو حالت سوپان اومدم بررسی کردم، فرقی هم نداره خیلی. میخوام دستش ریلکس بشه، اگر شد یه بالش هم اینجا میذاریم که اینجوری ساپورتش کنه. وقتی که گریتر توبرکل رو اینجوری پلپیت کردیم درد آشنا گذارش میکنم و خیلی مهمه اینجا درد آشنا باشه. خب که مثلا من اینجا هم فشار بدم یه دردایی میگیره، ولی اینکه ازش بپرسی بگی این همون درده، این برای ما اهمیت بیشتری داره. و خب اینجا رو وقتی پلپیت میکردم میگفت که شبیه اون درد است. اولش هم مثلا میگه نه اون شدیدتره. شما باید تاکید کنی که جنس درد منظورمه. یعنی اینجوری شما داری کوالیتی آف پینی که تو هیستوری تیکینگ نگفت رو یه جوری داری در عمل ازش میپرسی، میگی که آیا این درد جنس شبیه اون درد هست یا خیر، که تو این کیس ما مثبت بود. و برای بایسیپیتال گروف خوبه که شما یه مقدار شانه رو ببرید توی اینترنال روتیشن و این محدوده رو بین توبرکل بزرگ و کوچیک رو لمس کنی یا حالت ارزی و تو این کیس باز این مثبت شد، یعنی اینجا اون تندرنس رو داشت. و حالا لسر توبرکل و اینا که بررسی شد در این فرد درگیر نبود. تو حالت سوپاین البته اینجا ریلکسیشن بیشتر بهتره. به اکسترنال و اینترنال روتیشن میبریم به صورت پسیو. اون برجستگی که اینجاست و زیر دست ما جابجا میشه لسر توبرکل، این ورترش برجستگی هست که زیر دست ما هم جابجا نمیشه. اون چیه؟ کاراکوی پروسس که در واقع اینجا باید حواستون باشه اشتباه نگیریم. لسر توبرکل محل اینسرشن سالس کپولاریسه، کاراکوید هم که محل اتصال پیک ماینر و چیه؟ زن کوتاه بایستنس. خب و تو پالپیشن های پس اینا به دست اومد که نکات مهمی هم بود. تو لمس دلتویدش خیلی حالا یه نقاط تریگری وجود داشت، ولی خیلی نمیگفت که مثلا این شبیه دردوی بنده یه همچین چیزی نبود، ولی خب تریگرها کاملا مشخص. و نکته مهم یه پالپیشن سمت مستریو، من این بر باید نیستم که خب شما حالا کتابیش اینه که شما اگر میخواید اینفرا رو لمس کنید دستشو مثلا بگم از اینجا بندازه و تو این حالت اون تیغه اسکاپولا رو پیدا کردی، اون مفره پایینیش دیگه میشه اینفرا و اونجا میتونید پلپیت کنید. ولی حالا این یه روششه، ولی من عمدتا خودم به این صورت میام لمسش میکنم که میگم این دست رو بذار زیر سر، اینم بذار راحت، بعد میگم سرت هم بچرخون به سمت پایین که گردنش هم اینجوری رو تیک نباشه. بعد میام اینجوری در واقع پلپیتش میکنم که در واقع این کیس ما در سمت لترال اینفرا وقتی که پلپیت میکردی تندرنس رو داشت و کاملا از زیر دست میپرید، رد میشد یه بانده. و خب خود بیمارم یه گزارش درد ناگهانی میداد تو این ناحیه و وقتی من اومدم شک کردم به این نقطه، وقتی اومدم فشار رو اینجا نگه داشتم، یه مقدار بیشتر نگهش هم داشتم، گفتم که چیزی برای تو ایجاد میکنه یا نه، دردی تو بازوت میزنه یا نه و یه همچین چیزایی که برات آشنا باشه، بگی که آره اینو تجربهشو دارم. این آشنا بودنه خیلی برای بیمار ما مهمه. گفتش که آره یه حسایی ندارد، گفت اون حس کشش یه همچین چیزی دارم اینجا حس میکنم که منو یاد اون میندازه، دردم کاملا نبود. و اینجا من تشخیصی که گذاشتم این بود که اون دردی که پس شما داری، این علائم حسی که تو این قسمت دست تنار و پشتش داری، میتونه تریگر پوینت چی باشه؟ عضله اینفراسپایناتوس. که خب این بیمار
بعد از اینکه TRX هم رفته بود این درد برش ایجاد شده بود. ممکنه که تو TRX حالا از نظر آمریکی کافی رو نداشته یا به هر علتی توی تمرینای سنگین شاید در واقع یه تریگر پوینتی رو اینجا زده اکتیو کرده و در واقع چیزی که مهم بود برای ما این بود که میک سنس کرد، یعنی وقتی اینجا رو تحلیل کردیم درد این قسمت بیمار اون حسه ایجاد شد براش و این ذهن ما رو از سمت اون تشخیصی که توی MRI گذاشته بودن که دیسک هرنیشن گردن داره و داره اینو تحریک میکنه به بیمار توضیح داده بودن، این ذهن ما رو از اون خیلی دور میکنه و با همین یک کار، با همین پالپیشن در حقیقت ما خیلی جلو افتادیم توی این قسمت. و حالا نقاط دیگه هم که حالا تو سمت پوستریور بود اینجا نوشتم که چه چیزایی مهمه بررسی بشه، ولی تو این کیس ما خیلی ایندیکیشنی نداشت، اوکی بود. چیز مهمی که به دست آوردیم همین انفراد. خب شما میتونید بشید. بعدش ما ازش خواستیم که حرکات اکتیو و پسیو رو شروع کنه به انجام دادن. خب میخوام بشینه همونجا. حرکات اکتیو و پسیو چه چیزایی رو به ما نشون میده؟ اولا که اکتیو وقتی میگیریم ویلینگنس بیمار رو داریم میسنجیم که اصلا اوکی هست حرکت بده یا نه. اینکه با هزیتیشن یا با شک و تردید شروع میکنه به حرکت دادن، انگار هر لحظه منتظر یه اتفاقی بیفته، این بیشتر میتونه ذهن ما رو ببره سمت ایمپینجمنت و درگیری روتیتور کاف. دیدیم تو چهرهشون هم حتی مشخصه، وقتی کم کم داره با ترس میبره بالا میبینی که اصلا تو چهرهش مشخصه که مردد به حرکت، راحت نیست باهاش. و همینطور چیزی که ازش من گرفتم گفتم که فلکشن دو طرفه انجام بده. ازش خواستم بیسته رو به اون طرف، من پشتش ایستادم، گفتم که فلکشن دو طرفه رو انجام بده، هر دو دستتو بیار بالا بره تا بالای سر. و اینجا دیدم که وقتی داره دو سه بار ازش خواستم، من همیشه حرکات رو دو سه بار ازش میکنم، بیاره پایین دوباره بره بالا. و دیدم که وقتی داره میاره بالا شونه راستش رو انگار که از کتف هم میاره بلند میکنه، یعنی یه همچین حالتی مثلا میبره بالا، یه شراگینگی داره باش ترکیب میکنه. و اونجا هم داری میبینید که حرکات تقلبی یا الگوهای نادرست که به درد حرکت حسی نمیخورن توی حرکات اکتیو کاملا میتونه پیدا بشه. و وقتی ازش ابداکشن رو خواستم که اکتیو بیاره، تو این دامنه تقریبا میگفت که یه دردایی میگیره ولی خیلی زیاد نبود. و وقتی میرفت تا آخر میگفت اینجا درد شروع میشه و دیگه بیشتر نمیبردش، یعنی اینجا دامنش هم کامل نمیکرد. خب بعد من اومدم اوور پرشر دادم ببینم اصلا این آرومه وجود داره یا نه، گفتم ببر. بعد درد بیشتر شد، زیادتر شد، یعنی درد اصلی باز اینجا بود. وقتی میبرد نسبت به اینجا اون درد انتهای دامنش بیشتر بود. بعد حالا یه ذره انگار ترسش شد، گفتم حالا خودت ببر. بعد اون دامنه رو که اول کامل نکرد کامل کرد. بنابراین این یه چیزی که رفت و برگشتیه، یه چند بار شاید لازم باشه یه چیزی رو انجام بدیم تا بهش برسیم. بعد اکستنشن رو ازش خواستم که خیلی چیزی گزارش نمی‌کرد. دست پشت گردن رو ازش خواستم، خیلی مشکلی یا دردی گزارش نمی‌کرد. ولی بهش گفتم که دستتو ببر پشت کمرت و با اون دستت بکش ببرش بالاتر. ازش خواستم اون خودش اوور پرشر بده. اینجا گفتش که درد می‌گیره اینجا و کاملا اینجاش دردناک شد. همون درد هم بود که در واقع ازش شکایت داشت. و همینطور اکسترنال روتیشن. این اکسترنال روتیشن رو وقتی من بهش دادم دردی خیلی گزارش نکرد، ولی بردم تو همون الگوی حرکتی که میگفت توی دند عقب درد دارم، اینجوری وقتی کردم گفت چرا اینجا داره درد میگیره. حرکت ترکیبی هاریزونتال ابداکشن و خود ابداکشن و اکسترنال روتیشن در واقع دردش رو تحریک میکرد. و خود هاریزونتال ابداکشنی که اینجوری میبردی خیلی مثلا دردی براش ایجاد نمیکرد، ولی اکسترنال روتیتش میکردی میبردی باز دردش رو تحریک میکرد. بنابراین مهمه که حرکات اکتیو رو ما حتی با هم کامباین هم بکنیم، میتونیم بشکنیم. خب و انفیلش هم که با پسیو اوور پرشر در واقع ما بررسی میکنیم که توی این کیس ما انفیلش نورمال بود ولی خب درد داشت، یعنی گزارش درد رو میکرد، در حدی هم نبود که نتونه حرکت رو انجام بده. خب
چیز دیگه که هستش اینجا یه مطالعه هست تو سال 2013 که اومده این نکته جالبی گفته برای کلینیکال که اومده گفته که ابداکشن میدرنج اگر که تو میدرنج مثل این کیس ما که درد ریزی گرفت وقتی که دردناک میشه حرکت ابداکشن تو میدرنج لایکهود ریشیو آسیب روتیتور کاف از نوع تندینوپاتی منظوره خیلی میره بالا. ولی اگر که تو میدرنج ابداکشن دردی گزارش نکرد میاد پایین اون ریشیوه ولی بازم صفر نمیشه. مهم شما همه اینا رو با هم بزنید. بنابراین این ابداکشن تو این کیس ما اینجا یه ذره هم درد گرفت در واقع داریم میبینیم که پینفول ناحیه پینفول رو داره تو دامنه ابداکشن و در واقع این هم باز ذهن ما رو برد بیشتر به سمت روتیتور کاف تندینوپاتی. خب مسئله دیگه ای که هست این بود که حرکات رزیستیو که حالا به صورت ترکیبش با انرژی هم میتونیم بگیریم برای بیمار اکسترنال روتیشن محدود بود. در این اکسترنال روتیشن ضعیف بود. تو این وضعیت ازش خواستم که دستاشو اینجوری بذاره. حالا من جلو نیستم ولی خب اینجا از پشت مقاومت رو میدم که دیده بشه. ازش میخوایم که میگه نزد دستتو هم نزدیک کن. خیلی وقتا اصلا نمیتونیم بگی که دستتو دور کن اشتباه انجام میدی. ولی بگید نزدیک کنم یا هم اکسترنال روتیشن یا میای اینجاست میگی نزد به هم نزدیک کن و میدی که هم یه مقدار درده داره تحریک میشه باز گنگ میگی شونم درد گرفت کنه نقطه نشون نمیده. همین که ضعیف بود سمت راستش نسبت به چپش ضعیف بود که خب خیلی وقتا ضعف هم به خاطر درد بود. یعنی هر جا ضعف بود لزوما به معنی پارگی نیست. خود درد باعث اینهیبیشن میشه. حالا یه سری نکات رو بیایم اینجا تئوری ببینیم که توی حرکات رزیستیو عمدتاً ما دنبال دو تا چیزیم. یکی ویکنس یکی پین. اگر به پین برخوردیم ممکنه که به احتمال زیاد ما گرید 1 یا 2 آسیب چی رو داشته باشیم؟ عضله و تندون. حالا اگر تستمون رو ادامه بدیم باید دقت کنیم به اینکه درد بیمار ما با انقباض داره ایجاد میشه. یعنی وقتی منقبض میکنه ایزومتریک همون لحظه ایجاد میشه. اگر همون لحظه ایجاد بشه آسیب ما احتمال اینکه تو بالی که عضله باشه میره بالاتر، احتمالش بیشتر. یا حالت دیگه چیه؟ ازش بخوایم ایزو مقاومت میدیم و انقباض بده اون لحظه درد نداره. وقتی رها میکنیم درد داره. یعنی وقتی فشار برمی‌داریم ریلکسیشن اتفاق میفته درد براش ایجاد میشه. که در این صورت چه اتفاقی میفته؟ در این صورت بیشتر تندون ممکنه درگیر باشه. تو این کیس ما هر دوش درد میگیره. یعنی با انقباض با این اکسترنال روتیشن درد براش ایجاد میشد، رها میکرد دردش بیشتر میشد. یعنی باز دومی بیشتر از اول. و ویکنس میتونه به دلایل مختلفی باشه مثل پالسی، پارگی یا کلاً ضعف عضله، آتروفی بودن عضله. نکته‌ای که اینجا هست توی تشخیص افتراقی اینه که اگر ما داریم ویکنس رو بررسی می‌کنیم باید اولا چند تا انقباض بگیریم. یه دونه بس نیست اصلا. و اگر چند تا انقباض گرفتیم و به مرور با هر انقباض این ضعف بدتر شد اینجا باید ذهن ما بیشتر بره سمت نرو اینجوری. چرا؟ چون نرو فانکشنال نیست. شما با هر انقباضی که داری میگیری با ریپیتد کانترکشن، منظورم پی ان اف نیست، انقباض مکرر، میبینی که این ضعف داره بیشتر میشه و چشمگیر هم داره بیشتر میشه. اینجا ذهن ما بیشتر میتونه بره سمت سیستم عصبی. حالت دیگهش چیه؟ ویکنس داره ولی کانسیستنت. یعنی ویکنس زیاد نمیشه خیلی. حالا ممکنه خستگی کم کم اتفاق بیفته ولی با اون 2-3 تکرار اول شما نمیبینی که دومی سومی خیلی نسبت به اولی ضعیف‌تر شده باشه. اونجا فکر ما بیشتر میره سمت چی؟ میره سمت اینکه عضله یا ضعیفه یا دچار پارگی و آسیب شده تو ناحیه تندون و اینها. بنابراین بررسی ویکنس هم اینجا خیلی مهمه که تو کیس ما از نوع کانسیستنت بود. یعنی اونجوری نبود که پروگرسیو عضله ضعیف‌تر باشه با انقباض و دردم که داشت هم حین انقباض هم با رها کردنش که تو رها کردنش درد بیشتر بود. یه نکته اضافی هم اینجا تو رد فلگ وقتی که ویکنس و پین با هم باشه اینجا داستان میتونه خیلی خطرناک باشه.
ویکنس و پین با هم اگر اتفاق بیفته ما باید ذهنمون بره سمت پاتولوژی های خیلی جدی‌تر که رد فلگ مثل فرکچر، مثل تومور که فرد انقباض میده، همزمان یه درد تیر کشنده خیلی شدیدی هم اونجا اتفاق میفته. اینجا باید حواسمون باشه که ممکنه یه چیز بدی اینجا اتفاق افتاده باشه. خب حالا تا اینجا سوال مورد ابهامی اگر هست بفرمایید. تومور و بدخیمی افزایش کاهش وزن ناگهانی توی زمان کوتاه. چیز دیگه ای که هستش اینه که درد شبانه دردش بدتر میشه، بیشتر میشه و وابسته به حرکت هم نیست. مثلا شبا درد زیاد میشه، چه بیاد اینجوری بذاره چه اونجوری بذاره، هر پوزیشنی به این شونه بده میبینی که اون درده اصلا خیلی فرقی نمیکنه، وابسته به حرکت نیست، اما استایل آبیه و اینجوری وقتی ممکنه که نه حالا لزوما انقباض ایزو ازش میگیری، رزیستی در واقع کار میکنی، درد تشدید شه و ضعف هم ببینی. نکته دیگه ای هم که هست اینه که اکیوته، یعنی خیلی اینجوری نیست که حالا طبق اون چیزایی که خودم میدونم اینجوری درد داره، شونه درد مثلا میگه از کم شروع شد کم کم زیاد شد، ولی اون که توموره اکیوته، یهو مثلا میگه که چیز خاصی هم یادم نیست ولی یهو از فلان روز یه درد شدیدی گرفت، اینجوری گزارش شد. مثلا نکته دیگه در مورد این نه من حالا کامل بکنی چند در من بگی بله. و خب حالا تستایی که ما ازش گرفتیم، حرکات گردن اینا، چون تو فایل نوشته بودم دیگه اینجا خیلی روش وقت نذاشتم. حرکات گردن من ازش گرفتم تو همون قسمت اکتیو پسیو اینا. گردن رو ازش گرفتیم، وقتی که فلکس میکرد خیلی دردی نداشت. توی لترال فلکشن به هر دو طرف یه حالت کشیدگی و درد داشت ولی میگفت که سفته، استیف نک بیشتر رو گزارش میکرد به شما و چیزی به پایینا خیلی نمیزد، نهایتا تا این قسمت ها میامد. تو بالک آپر تراپزشون هم بیشتر سمت چپ نشستن نه سمت راستشون و روتیشناش هم همینطور، یعنی وقتی این کار میکرد یه سفتی و خشکی و یه همچین داستانه گزارش میکرد که ذهن آدم بیشتر میبرد سمت هم پاسچرال بودن و مایوفیشیال پین و این داستان ها و با اکستنشن بیشتر این دردش بود. وقتی اکستند میکرد گفت خیلی درد میگیره ولی محدود دردش هم باز تا همین جاها بود، همین پشت آپر تراپز و اینا، خیلی تو اندوفوقانی نمیرن. ولی به هر حال از اونجایی که ما باید مطمئن بشیم اومد این تست رو ازش گرفتیم. تست اسپرلینگ خیلی تست مهمیه به این صورتی که در واقع ما می‌خوایم ببینیم نفروت اینجا درگیر هست یا نه. سنسیتیویتی 59%، اسپسیفیسیتی حدود 84%. اولا که حالا تو کسایی که ما فرض میذاریم تا اینجاش میشد مطمئن شد گردنش درگیر نیست، ولی حالا اگر فرض گذاشتیم که درگیری ممکن از گردن باشه میایم با این تستا سعی می‌کنیم رول اوتش کنیم، رول اوت میشه یا نه. اگر شد اوکی، اگر نشد در واقع باید روی مورد بیشتر فکر کنیم. اسپرلینگ تست اینجوریه که میایم IVF رو تنگ میکنیم تا اون نوروتر رو تحت کامپرشن زیاد قرار بدیم، ایریتیتش میکنیم. پسیو انجامش نمیدیم. این نکته خیلی مهم میشه. اول ازش میخوایم که اکستنشن گردن رو خودش انجام بده. اکستنشن سقف رو بده. خب اینجا اگر دردش ایجاد شد تست مثبت اصلا ادامه میدیم. حالا اگر ایجاد نشد میگیم که تو همین حالت گوش راست تو نزدیک کن به شانه راست. باز مثبت شد تست ما مثبت میشه. این درد اگر ایجاد شد تست مثبت ادامهش نمیدیم. حالا باز میگیریم که مثلا درد ایجاد نشد. همه اینا اکتیو هنوز. میگیم که حالا روتیت کن به سمت راست. باز دوباره اینجا میگیم دردی برای ایجاد شد و بهش میگیم نه که درد ایجاد شد بعد منظورش درد اینجا باشه، دردی که بزنه به سمت پایین. اینو باید باش چک کنیم. هر دردی هم درد نیست. و اینجا اگر بازم منفی بود بعد میایم یه کامپرشن اینجا اعمال میکنیم و این در واقع اسپرلینگ تسته. یه قسمت بعدی هم بعضی جا میگن اگر اینجا مثبت شد بعد یه سریع دیسترکت بکن، اگر درد کاملا افتاد این دیگه خیلی تستش مثبته. یه حالت در واقع ارزیابی مجدد کانفرمش میکنه.
پس این اسپرلینگ ما میشه که تو این بیمار انجام دادیم منفی شد، مثلا کامپرشن هم دادم بازم منفی شد، دیگه دیسترکشن لازم نداشت. ULTT 1 و 2 چون محل مدین رو نشون میداد، من اومدم این 1 و 2 رو هم ازش گرفتم که ULTT چجوری هست. میخوایم که تاواز دراز بکشن. خب یکیش اینطوریه که وای میستیم سمت اینجا، سمت بین شانه و تنه بیمار، دپرشن رو میدیم به شانه با یه دست دیگه رو، بعد آرنج فلکس استران روتیت میکنیم شانه رو و انگشتا و دست رو مچ رو میبریم به اکستنشن و تو همین حالت البته ابدکشنش بهتره که اینجا بشه 110 درجه ابدکشن و دپرشن رو اینجا داریم حفظ میکنیم. خب تو این حالت تازه شروع میکنیم به صورت پسی به اکستند کردن آرنج. ازش میخوایم شل باشه، شما الان شل نیست. به اکستنشن آرنج ممکنه اینجا مثبت شه، بگی که آره تو اون مسیر دارم یه دردی رو حس میکنم، اینجا تست ما مثبت میشه. خب برای کانفرم کردنش چیکار میکنیم؟ فرض بگیریم اینجا مثبت شد. برای کانفرم کردنش یه مقدار فلکشن رو برمیگردونیم، فشار رو از رو عصب برمیداریم، تنشن رو، و ازش میخوایم که گردنش رو به اون سمت لترال فلکس کنه، گوش چپ نزدیک شونه چپ. اینجا اگر ایجاد شد باز کانفرم میشه، یعنی خود اینم دو مرحله داشت. حالا میخوایم سرش رو راحت بذاره به این شکل. این میشه ULTT 1 که برای در واقع اونجا تو جدول میبینید برای مدینه و همینطور چه اعصاب دیگه انتریور اینتروسوس و درگیری سگمان C5 C6 C7. یکی دیگه هم هست که ازش میخوایم یکم بیاد لبه‌تر ULTT 2 که با هیپمون میاد دپرشن در واقع این دپرشن شانه رو میدیم به بیمار، حدود 10 درجه ابدکشن اکسترنال روتیت، بازم مچ و انگشتان اکستند آرنج و فلکس. تو همین حالت که اکستنشن مچ و انگشتان رو انجام دادیم چیکار میکنیم؟ آرنج رو میبریم به سمت اکستنشن. قبلش هم توضیح دادیم که اگه دردی تو ناحیه اندام فوقانی ایجاد شد تو مسیر یک خط به ما بگو. خب اگر مثبت شد اینجا مثلا درد رو گزارش کرد، بازم یکم برمیگردیم عقب، فلکس میکنیم آرنج رو. حالا ازش میخوایم که گردنش رو باز به اون سمت لترال فلکس کنیم. اگه اینجا باز اون درد گرفت کانفرم میشه، اگر نه که خب نیاز به بررسی مجدد داره. خب الان میتونیم بشینیم. مرسی. حالا سنسیتیویتی و اسپسیفیسیتیش 86 اسپسیفیسیتی 86 درصد، سنسیتیویتیش هم 50%. و سرویکال دیسترکشن که برای بیماراییه که در واقع تو همین حالت درد کانستانت رادیکولار رو داره که تو اسپرلینگی مثبت شد درده که میومدیم دیسترکشن میدادیم تو حالت سیتینگ میشه، بعضی رفرنس ها گفتن سیتینگ. یکیش هم که سوپاین، ازش میخوایم سوپاین بخوابه که این بهتره و خودم همیشه این استفاده مگر اینکه در ادامه اسپرلینگ باشه. میایم دستامون رو میذاریم نواحی تنار روی ماستوئید ها و یه استرچی به سمت خودمون، یه کشش در واقع هم از اولاد اونجا رو یه استرچ میدیم، هم دیسترکت داریم میکنیم و این یه دیسترکشنه که خب اینجا انتظار داریم درد بیمار بیفته. اگر کم شد یا دردش افتاد تست ما مثبت شد. یه مدل دیگه هم اینجوریه که ساعد رو میذاریم زیر اکسیفوت، یه دستم زیر چانه، ساعد رو پرونیت میکنیم، با این دستم میکشیم به سمت بالا. این هم یه مدل دیسترکشن راحت تره هندل میشه. خب میتونیم بشیم. اینجا اگر که درد فرد کم بشه، برخلاف حالا اکثر تستا که میگیم درد بگیره مثبت میشه، اینجا دردش کم بشه مثبت میشه. خب حالا ما اگه دقت کنیم اینا همشون سنسیتیویتیشون تقریبا پایین. بهتره که همه اینا رو با هم انجام بدیم به صورت کلاستر، همه اینا رو با هم ترکیب کنیم. اسپرلینگ، سرویکال دیسترکشن، آپرلینگ تنشن تست. یه مورد چهارم هم هست، حالا من رفرنسش رو اینجا یادم رفته بزنم، که دامنه روتیشن گردن. این چهار تا رو بررسی می‌کنیم.
اگر که دامنه روتیشن گردن کمتر از 60 درجه باشه مثبت میشه. و توی این مطالعه دیدن که اگر از این 4 تا 3 تاش مثبت شه، هر کدومش از این 4 تا 3 تا مثبت شه، احتمالاً 94% رادیکولوپاتی اونجا هست، درگیری از گردن. اگر هر 4 تاش مثبت بشه، اونجا زده بود 99% که خیلی عدد بالاییه. و چیزی که حالا اینجا میخواستم بگم از اهمیت موضوع با خبر باشین اینه که یه دونش کافی نیست اون تستا، کلاستر باید بررسی بشه که خب برای این کیسمون به صورت کلاسترینگ تستمون رو پیش بردیم. من یه سری کار روتیشن که ازش میخوایم دست به سینه بشینه، زبدری و ساپورت میکنیم ترانکشو. ازش میخوایم که سمت راست رو نگاه کنه و سمت چپ و مقایسه میکنیم غیر قرینگی. و کلا اگر دامنه روتیشن کمتر از 60 بود، اینجا این علامت شما مثبت میشه. دامنه روتیشن به هر سمت؟ به هر سمت. خب تست هاکینز کندی که تو این کیس ما منفی بود، که خب البته می‌بینیم درصدش خیلی بالایی نیست، ولی به هر حال یه تست ایمپیچمنت. به چه صورته؟ همینطور که فرد نشسته میایم شانش رو کلا پسیبی اینجوری وزنش رو اینجوری هم میکنیم که بندازه و میبریم توی چه حالتی؟ یکم هوریزونتال ادکشن، اینترنال روتیشن، اینجا فورس اینترنال روتیشن اینجوری. و اینجا اگر که یه تیری بکشه، یه دردی بگیره، تست ما داره مثبت میشه که نشون میده ایمپینجمنت و بورسایتیس. معمولا تو بورسایتیس هم مثبت میشه. تست بعدیمون تست اسپیده که تو این کیس ما مثبت شد ولی نه ایزو شد. ازش خواستیم که شانه 90 درجه فلکس، کف دست رو به سقف، ازش میخوایم که نگه دار نزدن ببرم پایین. تا وقتی که ایزو بود حرکت نمیکرد درد نداشت، زورش هم کم بود البته. بعد مقاومت هم بیشتر کردن، شروع کرد پایین رفتن، میگفت که اینجا داره یه دردی میگیره که شبیه درد خودم و این تستش هم مثبت شد. امتیکن منفی بود، حالا دیگه آشنایی داریم اجراش هم نکنیم خیلی، ولی فولکنش مثبت بود. و اینجا می‌بینید که امتیکن در واقع تو جایگاه پایین‌تری انگار نسبت به فولکن انگار از نظر کلینیکال ارزش بالاتری داره نسبت به امتیکن. پوزیشن همونه، 30 درجه میاره جلو نسبت به صفحه فرونتال، 60 رو به سقفه. ازش می‌خوایم که نذار من بیارم پایین. و اینجا اگر درد وجود داشته باشه تست شما مثبت میشه. ضعف هم همینطور که حالا بحث گرید 2 و 3 راپچره. و در نهایت بر اساس اینها و خب حالا اینا رو نگفتم وسطش، تو پلپیشن اومدیم آپرتراپز و اسکالن و نمیدونم ایکسپانسور گردن و سابوکسیپیتال و اینا رو همه رو لمس کردیم و اینا تقریبا همشون تندرنس داشتن نسبت به لمس. آپرتراپزش که پر از تریگر بود و وقتی ایونتیش هم گرفتیم ضعیف بود، ازش خواستیم شراگینگ انجام بده، ضعیف بود، سمت راستش ضعیف بود و تو ابزرویشنش هم اونجا نوشته بودن که اسکاپولش یه حالت داونوارد روتیتد داشت نسبت به چپ و هم ضعیف بود، هم وقتی میخواست بیاره بالا شراگ میکرد، هم ضعیف بود هم اووراکتیو. دیدم حالا بین صحبت‌ها میگفتن اگر اووراکتیوه چجوری پس ضعیفه؟ ببین اووراکتیویتی میتونه به خاطر ضعف باشه. وقتی که عضله نمیتونه فرص کافی تولید کنه، ممکنه اووراکتیو شه، فعالیت EMGش هم بره بالا تا تولید بکنه. پس اووراکتیو بودن همیشه به این معنی نیست که عضله ضعیف نیست. و خیلی وقتا ما تراپز هم باید تقویت کنیم اتفاقا توی مشکلات شانه. و در نهایت حالا تشخیصی که من خودم برای شانه گذاشتم، یکی آسیب روتیتور کاف بود، یکی تندینوپاتی بایسپس. برای ناحیه سرویکالش هم چی بود؟ یکی مشکل پاسچرالش بود و مجموعاً مایوفیشیال پین بود برای ناحیه سرویکال و بین دو کتفش که مایوفیشیال پین رو حالا اینجا ننوشتم ولی شونه‌اش در واقع این دوتا رو من لیبل زدم که برای تشخیصش داشته باشیم و بریم درمان رو بر این اساس پیش ببریم.
و یه چیزی تقریبا مستقل از ناحیه سربیکال توراسیکش بود که خب البته کامل مستقل نمیشه، بالاخره تاثیر دارن رو هم. ولی اون چیزی که بهش گفته بودن که دیسکتی که داره میزنه به شونت، اون کاملا دیگه اصلا رد شده تو اسسمنت ما. این هم حالا اسلاید پایانی بود. امیدوارم که نکات خوبی مطرح شده باشه امروز. اگر سوالی موردی چیزی هست بفرمایید. دوستان شما خلاصه درمان شما بگید چی رو خلاصه درمان تایممون کم بود. خلاصه درمان ما اول اومدیم خب طبیعتاً چون چیف کامپلیتش پین بود، یکی داشت وسط صحبتون میگفت از توراسیک شروع کنیم. خود خیلی اون داستانا نبود. اول اومدیم درد رو بندازیمش، تمرینات پاندولا رو بهش دادم و مدالیت‌های ضد التهابی، لوتس و تنس که برای اون دردش فروکش کنه و همینطور ریلیز عضلانی. یعنی بیشتر توی تقریبا 3-4 جلسه اول تمرکزمون روی ریلیز عضلانی بود، آپر تراپز و اینفرا، اینا عمدتاً. و اینا که ریلیز می‌کردیم همزمان حرکات پین فری هم بهش تو اکسرسایز می‌دادیم بدون هیچ مقاومت خاصی. یا نهایتاً مثلا همین قدیم چنده از اینم سال‌تر نیم کیلویی ما داریم، نیم کیلو بهش میدادیم که در واقع حرکت پین فری. مثلا میگفتم تا اینجا بیار دو طرف جلو آینه که حواست باشه این شونت هم اینجوری تشراک نکنی بیاری بالا، قرینه بیار بالا. خیلی متوجه شاید نشه بگی اینطوری نکن بیار، بعد جلو آینه بهش بگی که قرینه بیار بالا دو طرفه. و اینا رو بهش میدادیم پین فری. میگفتم اصلا وارد دامنه دردناک هم نشو. بعد کم کم پروگرشن بهش دادیم، گفتیم حالا یک کم هم برو تو درد، اب نداره. یه بحثی که هست، من خودم این کار میکنم، مقاله‌ای هم نمیتونم برای شما معرفی کنم، ولی نگاه میکنم وقتی که وارد دامنه درد میشیم بعد بهش میگم برگرد، میگم دردت موند یا نه. اگه بگه موند یعنی ایریتیشنی زیاده، بافت حساس، من دیگه هی نمیگم برو تو دامنه درد. ولی اگر نه بگی اینجا درد میارم پایین دردم میفته، من حتی 10% ممکنه تو دامنه درد هم برم و همیشه هم بهش اینو میگم اگر برگشتی درد سریع افتاد اوکی، یه ذره میتونی بری تو درد، چون نمیخوایم باورهای ترس از درد هم به بیمار بدیم، چون این بیمار هم بیمار کرونیک بود، دپرشن هم داشت، چیزا از نظر سایکولوژیکش مهم میشه. و کم کم که حالا ریلیزها اتفاق افتاده، درایمیدل و اینا هم استفاده کردیم برای ریلیز و حالا تکنیکای ART، PRT که حالا کاش میشد اجرا کنم، تایممون واقعا کمه. اینا رو که کم کم پیش رفتیم، مثلا جلسات بعدش میومد میگفت سبکتر شدم، درد دارم ولی مثلا حرکتمو روونتر انجام میدم، درد میاد، حتی دامنه درد رفته بود بالاتر. از میگفت میگه اون درد اینجا نمیگیره و دامنه درد رفته بود باز بیشتر سمت همون انتها مونده بود، سمت این مونده بود که ببره عقب تو فانکشن روزمره‌اش. و بعد ریز مقاومت‌ها رو افزایش دادیم، عضلات گلوبال رو کار کردیم، اکسترنال روتاتورها با همین تراوان رو گفتم بیان تمرین کنیم ولی تایم نیست متاسفانه. ان بعداً حالا نمیدونم اکسترنال روتیشن رو اکتیویت کردیم، تقویتش کردیم، بعد اومدیم روی تراپز تحتانی کار کردیم، اون تمرین که کتفو بکشه پایین، اون تمرین خوبه فیس تو وال که دستشو بیاره بالا اکسترنال روتیت کنه و از دیوار دور کنه، اونا رو انجام دادیم، همین رو با تراواند انجامش دادیم و کلا اصلا حال بیمار بهتر شد، چون زمین دپرشن و اینا هم داشت و خیلی از این درد ناراحت بود، هر جلسه خوشحال‌تر می‌شد. و بعدش بردیم توی عضلات گلوبال، یعنی مثلا گفتم این توپ رو بیاریم، ازش مثلا می‌خواستم که تو همین حالتی که مثلا روی توپ نشسته، این دو تا دمبل دستش گرفته، چین تاک هم انجام بده چون مشکل پاسچرال هم داشت دیگه. ازش می‌خواستم که تو همین حالت الیویشن رو انجام بده تو صفحه اسکاپولا و چین تاک رو حفظ کنه و همزمان این هم داره عضلات دیپش رو اکتیویت میکنه. گرچه اینو مثلا قبلش رو تخت ازش خواستم، این دیگه حرفه‌ای‌ترین حالتش بود. مثلا گفتم رو تخت بشین، چین تاک، فلکشن ببر به سمت بالا با وزنه، البته من دارم سریع انجام میدم، اینو با کنترل و آهسته باید بدم و ابداکشن
چین تاک حفظ میشه و اینجور تمریناتی که حالا بیاد چند تا گروه عضلانی رو از بالا تا پایین با هم فعال کنه که خب این میره بیشتر سمت فازهای انتهایی درمان. این حالا یه خلاصه کلی، ولی حالا باز جایش اگر سوال هست بفرمایید. نتیجه گیری کلی درمان چی شد؟ یعنی کامل خوب شدن و از کلینیک رفتن یا هنوز دارن میان ولی بوده یا مثلا بین جلسات یه وقتا فلرآپ داشت. مثلا جلسه 4-5 اومد گفت که دردم خیلی بهتر بود تا جلسه 2 و 3 اینا خیلی خوب شد. باز دوباره نمیدونم پریروز یه اتفاقی افتاد، نمیگه اتفاقا نیفتاد. دردم بدتر شد. دردم بدتر. که معمولا شما باید خودت بپرسی ازش که مستقیم هم نه، میگه نه کاری نکرد. یه جوری بالاخره باید این تکنیک‌های ارتباطی تو حین درمان بالاخره از زیر زبونش بکشی. مثلا اونجا فهمیدم که انگار یه چیزایی بلند کرده جابجا کرده. و یه فلرآپ‌های این شکلی داشت و توضیحی هم که بهش میدادم این بود که مقطعی مهم نیست. خب یعنی ممکن شما نوسان درد داشته باشید. میانگین مهمه که شما نوسانت اینجوری به سمت پایین بشه. من همیشه میگم که مخصوصا تو کیس‌های مزمن فلرآپ درد زیاد اتفاق میفته. همیشه اینو میگم که مقطعی رو ولش کن. مهم اینه که میانگینش بره به سمت پایین. و تا حدود 6-7 جلسه می اومد مرتب و هفته‌ای 2 روز و بعدش که میگفت مثلا خیلی بهتر شده عقب میبرم خیلی درد نمیگیره یه ذره باید ببرم عقب‌تر تا دردش بیشتر بشه. اون موقعی که رسید گفتم حالا میتونی مثلا بری کم کم ورزشت هم شروع کنی. به مربیش هم نامه دادم که چه چیزایی رو بیشتر کار کن، چه چیزایی رو خیلی سمتش نرو. گفتم حالا برو 3 هفته یه بار بیا. بعد اون یه جلسه اومد فکر میکنم الان مثلا دومیشه که با فاصله 3 هفته دیگه و الان هنوز درمانش ادامه داره. منتظر ببینیم حالا دفعه بعدی که میاد نتیجهش چجوریه. فکر کنم شاید هفته بعد بخواد بیاد. ولی در کل که درمان تموم نشده اما اون چیف کامپلنت خیلی محدودتر شده. اون یه چیزی حدود 9 جلسه اینا تا امکان 8 یا 9 جلسه احتمالاً کار کرد. یه سوال گفتید که مربیشون گفتید یه سری تمرین‌ها رو بهشون ندن. خب چیا بوده؟ تمرینایی که حالا TRX میرفت ولی یه بار تو صحبتاش همین که اومد گفت فلرآپ شده یه بار نمیدونم چی شده بود اینا بهش هندستن داده بودن. بعد به شدت اینجا تندر شده بود، همون جلسات وسط بود، دردش خیلی زیاد شده بود و فلان و اینا. هم که مثلا تمریناتی که شما بخواید اولا وزن زیادی بندازی، ما تو تمرینات خودشون تا 4 کیلو رسیده بودیم. بهش گفته بودم که بیشتر از 3 کیلو، حالا من اینجوریش کردم که یه ذره برام باز محدودترش کردم. این کارو نکن. وزن اندازی رو اندام فوقانی، چه میدونم پوشاپ، هندستن، هندستن دست نمیده ولی کلا چیزی که بیاد اینجا فشار خیلی زیاد کنه، کامپرشن توی مفصل ایجاد کنه، اینا رو براش ممنوع کردیم و من خودم حالا درست یا غلطش شد نمیدونم اما خیلی به مربی‌ها اعتماد ندارم. گفتم که تا دامنه اینجا براش نوشتم تا حدود 90 تا 100 درجه تمرین اورهد بده، بیشتر نده. در صورتی که خودمون تو کلینیک بالای بالا هم کاملا برمیم. الان اینجای صحبت داره. من این خیلی اعتماد ندارم. توی جلسه اول حالا با توجه به تشخیصایی که فرمودید پروگنوزی که به بیمار بدیم چطوریه؟ مثلا چه مدت زمانی طول می‌کشه؟ پروگنوزا رو چجوری باید بدیم؟ این پروگنوز رو من همیشه میگم که برای این بیمار یه ذره تجربیه. خب نمی‌تونید بگید بر اساس فرمولی بیان بچینید، ولی گفتم این چون دپرشن داشته و انزایتی و همه اینا پروگنوزش کلا میاد پایین‌تر. خب و برای بیمار گفتم که میانگین شما ممکنه 10-12 جلسه میانگین لازم داشته باشید. بعضیا یکم کمتر، بعضیا یکم بیشتر. بعد اونجوری بردمش روی اینکه 10 تا 14 جلسه. خب اینجوری بهش گفتم ولی قطعی چیزی رو تعیین نکردم. ولی بهش گفتم که اینم بهش گفتم که توی 3-4 جلسه اول ممکنه چون کرونیک بود
به خاطر گردنش میگم کرونیکا یه ذره اینجوریه تجربی میگم گفتم شاید تو 3-4 جلسه اول یه مقدار درد بیشتر شه تو بعضی این اتفاق میفته اگر اتفاق افتاد بدون طبیعیه ولی در نهایت بعد 4 جلسه شما بهبود علائم رو باید داشته باشید یعنی نمیشه شما جلسه 5 بیای بگی من هیچ فرقی نکردم یا بدتر شدم اون موقع پلن درمانی باید کلاً یه تغییرات اساسی بکنه این قول رو بهش دادم که تو 3-4 جلسه اول یعنی بعد اینکه این گذشت شما باید بهبودی رو داشته باشید و اگر نداشتی دیگه شما رو ریفر میدیم یا حتی دیگه کار با فیزیو ممکنه که اوکی نشه اینو وقتی میگیم که دیگه بدونیم پلنه همینه دیگه جای بهتر شدن نداره خب این حالا یه ذره بسته به کیسش و بسته به تجربیات قبلی و سابجکتیو بیشتر ولی یه همچین صحبتی رو من باشه سلامت باشین خواهش می‌کنم من که کامنت در درمان کنم که مسیر خوبی بوده البته وقتی که شما میگید که مثلا شونه راست دچار مشکل هست بعد تراپز چپ هم ممکنه شده این مقدار بحث باید اسپریت پین یا فایبرومایالژیا که جان بحث کمر هم مطرح بود ایشان کیسیه که بیشتر به نظر میرسه که خیلی کامپلیکیت هست چند تا مشکل رو با هم داره که همه بچه ها گفتن اسکاپولار دیسکینزی فلان ولی فکر میکنم که یه مقداری باید اسپریت پینش یعنی بیشتر کیس فایبرومایالژی است بخاطر این باید یه مقدار اون ارتباطش با کلینیک بیشتر باشه من فکر میکنم زود فرستادنش به باشگاه اشتباه هست به خاطر اینکه مربی ورزشی ما بلد نیستن و یه مقدار حرکتایی رو که میدن ممکنه که واسیزا باشه و یک رابطه خوب و یک درمان خوب گرفته من درمان رو برای این نپرسیدم مثلا درمانتون تکنیکش چی بوده فلان درمان رو برای این پرسیدم که ریاسسمنت شما چی بوده یعنی شما جواب گرفته و خود این جواب گرفتنه با اینکه سینوسی بوده نشون میده که تکنیک‌های درمانی که براش اجرا شده خوب بود حالا که تکنیک درمانی خوب بوده باید ادامه پیدا البته ادامه پیدا کردنی که بخواد دوباره شنبه یک شنبه دو شنبه سه شنبه باشه نه چون دوباره حوصله‌شو سر میبره داستانه خودشو داره اینجا شما دیگه میای چیکار کنی تبدیلش میکنی به هفته یک بار یا همینجوری 2 هفته یک بار که خودت هم کامنت گذاشته بودی فکر کنم تو اینستاگرام که اینجا با شما در ارتباط باشه ولی وقتی درمان بسپاری به یکی دیگه ممکنه که اینجا یک تداخل ایجاد کنه یه تمرینی بده برسیم به مرحله‌ای که کامل با شما صفر شه درد می‌دونید کامل با شما صفر شه و بعد حالا بحث در باشگاهشو داشته باشه مربی ورزشی شد یعنی من فکر می‌کنم مربی ورزشی الان نباید دخالت کنه یعنی شما تا مرحله‌ای که دردش کامل رفت بشه و نکته بعدی اینه که خیلی از موارد فروزن شولدر رو دارن غیر از سن یعنی سن چیزه ولی مرگ عزیزان ورشکستگی اینا همه پتانسیل اینه که بیمار با اینکه سن رو نداره ولی میتونه یه همطوری گفتم یه کیس استرس و یه کیس سایکوسوشال باشه اما به یک فرد علمی و به یک کلینیک معتبر چیکار کرده اعتماد کرده و شما حتما باید درمان رو 100% خودتون انجام بدید یعنی به محض اینکه بسپاریش به یکی دیگه یه حرکت اشتباه انجام شد دوباره برمیگردی نقطه سرخط به خاطر اینکه این الان اعتماده با شماست 2 تا حرکتی مربی ورزشی اشتباه انجام بده دوباره شما برمیگردی سر جای خودت این فقط این افراد حتما دنبال یه فرد بسیار علمی هستن که حتما مطمئن باشن که این حرکت به هیچ عنوان آسیبی نمیزنه چون تو تیاریکس هم یه بار تجربهشو داشتیم بنابراین من مثلا خیلی موافق تاندنیت بایسپس نیستم چون حالا
شما تستی که گرفتید اکتیو گرفتید، یه اسپید یه تست اکتیو. اما هاوکینز کندی من با سنسیتیویتیش کاری ندارم، خیلی مهمه چون پسیوه. در پسیوش ایمپیچمنتش منفی، اما در اکتیو ها مثبته. باز اینجا نشون میده که انقباضی فرشد اون احساسی که داره میگه همون فیبرومایالژی است، یعنی درده وجود داره. اما شما هاوکینز کندی که هم توی روتیتور کافتر باید مثبت بشه، هم کجا باید مثبت بشه، هم توی ایمپیچمنت مثبت نبوده، ولی اینکه سنسیتیویتیش پایین باشه نداره، به خاطر اینکه پسیوه. پسیو رو شما قرص کوراکاکرومیان رو کوچیکش میکنید، تنگش میکنید، درد نداره. ولی این که الان کمرش هم درد گرفته، ناحیه وسیعی رو داره نشون میده، به نظر میرسه که یه مقدار میره سمت اینکه شاید حتی تمرینات تنفسی دایافراگماتیک، حتی بحث فوروارد پاسچرش که تنفسان هست، همونطور که گفتن پوسچرش الان خیلی مهم است، یعنی تو پوسچر کار شده بود. اینا حتما باید بهش توجه بشه، یعنی بیشتر به نظر میرسه اون قسمت سایکوسوشالش خیلی ارجح‌تر هست و میگم روند وقتی روند مثبتی هست به نظر اون روند رو باید ادامه. یه نکته هم اونجا میشه اتفاقا حالا اینا رو تنفس دیافراگماتیک و پاسچر اینا رو گذاشت، چون توی 3-4 جلسه من همیشه میذارم روی که اسسمنت خودم کاملتر بشه. اینا رو به مرور اضافه کردیم یه سریاشو. یه نکته‌ای که بود برداشته بود سرخود سرتولاری شد که کم کرد. بعد میگفت که آها بعد یکی از فلوراپا مشخص شد که گفت آره اونو کم کردم. گفتم دوباره درستش کن، حتی ریفرش هم گفتم با پزشکت مشورت کن، شاید الان دوزش باید جابجا شه. اون که اوکی شد هفته بعد اومد، اون موقع کرده بودیم هفته یه جلسه، هفته بعد اومد گفت دردام بهتر شده. ممکنه حالا باز به خاطر اون ذهنیه اگه همون هفته یک بار ادامه بده، شاید مثلا این در کنار مسائل منتال کنارش مسائل فیزیکی و اینا هم داشته باشه و درمانش رو بگیره، حالا همین آزادسازی فراسپایناتوس و همون تریگرها میتونه بسیار بسیارش کمک کنه. باز اون دتمات کردیم. نه اینا خب حالا ایشالله تجربه است که الان هنوز اتفاق نیفتاد. ممکنه که میگم یه حرکتی بهش بده، یه حرکت دوباره درد بدتر کنه. بهتره که باز توی مجموعه باشه. چون خیلی خودش هم اصرار داشت که ورزش رو از کی شروع کنم، نمیدونم اصلا من خورد ورزش نمی‌کنم یا همچین حالتایی داشت. واقعا دیگه من نمیدونستم مثلا چی بهش بگم. اگه خواسته باشه اصلا ورزش من حدس می‌زنه از بعد اون بوده، ولی حرکتی تو اون گزارش نکرد. حدس می‌زنه احتمال زیاد داره به خاطر اون بود. ولی این وقت سراغ فانکشنال دارم، ورزشش هم عوض کرد، تیاریکس رو کرد فانکشنال. اینو یادم رفت که اشتباه گفتم. الان که میره ورزش داره پیش مربی فانکشنال میره، دیگه تیاریکس رو پزشکی کرد. ولی حالا امیدوارم که تو خیلی خیلی